روزه یعنی چی؟ روزه یعنی این که من یک سری حلال ها رو موقتا به خاطر امر الله ترک کردم، خوردن، نوشیدن و همبستری از طریق نکاح شرعی. من این چیزهایی که حلال بود تو رمضان ترک کردم. حالا اگر کسی بیاد حلال خداوندی رو در رمضان ترک بکنه اما حرام رو ترک نکنه، تو رمضان خوردن و نوشیدنی که حلال بوده در ماهای گذشته ترک کرده به خاطر احترام به روزه، اما حرام هایی که در طول سال اینها حرام بوده ترک نمیکنه، این انسان در حقیقت با روح رمضان و با حقیقت رمضان آشنا نیست و طبق یک عادت پرستی و طبق یک رسم و رواجی که از آبا و اجداد بهش رسیده، این فقط صرفا یاد گرفته تشنه و گرسنه باشه. و اون چیزیه که در حدیث آمده رب صائم لیس من صیامه الا الجوع والعطش. خیلی روزه داران هستن که از روزه فقط تشنگی و گرسنگی عائدشون میشه، چیز دیگه نصیبشون نمیشه. و یا در حدیث آمده من لم یدع قول الزور والعمل به لیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه. کسی که رفتار و گفتار ناشایست و زشت رو ترک نمیکنه، خداوند به تشنگی و گرسنگی او هیچ احتیاجی نداره. این تشنگی و گرسنگی برای اینه که من در رفتار و گفتار خودم تغییر بیارم. این تشنگی و گرسنگی برای اینه که من تمرین تقوا کنم، من همه امیال درونی خودم رو تابع اوامر الله کنم، من همه خواهشات نفسانی خودم رو در دایره شریعت بیارم. اگر بعد از رمضان این حاصل نشد، این روزه یک عادت بوده و یک رسم و رواج بوده و این روزه با اون روح و حقیقت همراه نبوده.